نوروز بمانید که ایام شمایید، آغاز شمایید و سرانجام شمایید. آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد از چلچل پیغام شمایید. آن دشت طراوت زده، آن جنگل هوشیار، آن گنبد گردنده آرام شمایید. خورشید گر از بام فلک عشق فشاند، خورشید شما، عشق شما، بام شمایید. نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟ اسطوره جمشید و جم و جام شمایید. عشق از نفس گرم شما تازه کند جان، افسانه بهرام و گلندام شمایید. هم آینه مهر و هم آتشکده عشق، هم ساقه خشم بهنگام شمایید. گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است، در کوچه خاموش زمان گام شمایید. ایام ز دیدار شمایند مبارک. نوروز بمانید که ایام شمایید. میدونستید لحظه تحویل سال امسال چه زمانیه؟ بریم با هم ببینیم. تحویل سال امسال روز پنجشنبه 30 اسفند ماه 1403 خورشیدی ساعت 12:31 ظهر خواهد بود. این لحظه برابر با گاه شمار 2584 شاهنشاهی است که از روز تاجگذاری کوروش بزرگ تا به امروز می باشد. حیوان سال مار است. مار در فرهنگ‌های مختلف جهان نماد تغییر، تولد دوباره و قدرت و ثروت است. متولدین سال مار افرادی خردمند، زیبا و با اراده هستند. آنها معمولاً در زندگی موفق هستند و به اهداف خود میرسند. رنگ سال آبی و بنفش و نماد آرامش، خوشبینی و سلامتی است. لایک یادت نره و برای دوستات بفرست تا اولین نفری باشی که سال نو رو تبریک میگی. سال نو پیشاپیش فرخنده و پر از خوشی برای میهن دوستان عزیز. اگر هنوز ما رو فالو نداری، همین الان حقایق باسون رو فالو کن.